یه خانومی با مو بلند داره انگار لس آنجلس داره قدم میزنه تو شانزلیزه، از این ور به اون ور با موهای بلند یه کلاه گذاشته و تمام دوربینا دارن اینو میگیرن. خب بابا این پخش میشه، قربون شکل بدم، میره اون ور دنیا نگاه میکنه. یه آقایی از یه سلطانی پول میخواست، کار کرد واسش، گفت بهار و خزان رفت و دی میرسد، ندانم حقوقات کی میرسد. اون سلطان نوشت حقوقات نصفش حواله شده، بقیه به اقساط هی میرسد. دیدیم با هم. کجا بود؟ چی گفت؟ همین پخش کردیم. گفت چی؟ آیا علم الهدی که موافق بودن؟ من دارم خدمتشون مراجع رو دارم میگم. مجتهدین رو نمیگم که، مراجع نظام تقلید اونا رو من دارم میگم. اون چند نفر اونها باید بشینن بگن، وگرنه مجتهد که زیاد داریم. این همه مجتهد. جدی میفرمایید؟ این اینایی که ما اینا رو از کجا ما در آوردیم؟ آجا کجا میبرن شما رو اینا رو میگی؟